بهره بلند برداشتن مهارت کسبی ورزشگران در مقیاس ولایت مختار کوهستان بدخشان پیوسته مسابقه‌های گوناگون ورزشی بین قشره‌های گوناگون جامعه راه اندازی می‌گردند. مسابقه ورزشی از نمود والیبال با جلب بیش از 120 نفر جوان دختران در تالار مؤسسه تحصیلات میانه عمومی رقم دوم شهر خاروق به نام دولت علی شبدالov برگزار گردید. مسابقه با ابتکار مکتب مخصوص ورزشی شهر خاروق با مقصد برگزاری این مسابقه پیش از همه بلند برداشتن مهارت ورزشی و معاین نمودن دسته بهترین بازیگران از حساب جوان دختران و جلب بیشتر بانوان به انتخاب طرز حیات سالم راه اندازی گردید. مسابقه ورزشی به مناسبت 30 سالگی استقلالیت جمهوری تاجیکستان برگزار می گردد. در مسابقه 8 دسته اشتراک می کنند. تشکیل کننده مسابقه مکتب ورزشی شهر خاروق می باشد. مسابقه مذکور طول یک هفته در شهر خاروق ادامه یافته. غالبان آن معین گردیدند. دسته مکتب مخصوص بازی‌های ورزشی شهر خاروق سزاوار جوی اول و مؤسسه تحصیلات عمومی رقم 2 مقام دوم و دسته ناحیه شغنان جوی سوم را اشغال نمودند. غالبان مسابقه با مدال و افتخارنامه‌ها و جام مکتب ورزشی قدردانی گردیدند.